این بچه که گویم این دستوره جان جان همین خیلی که تماما شرایط کوهستانی داریم ده شرایط سخت داریم در اینجا آب وجود ندارد خیلی برقی ما را گوین همین سال 1 سال شد که از همین با همکاری همین آدمان مسئولیت کردیم و 1 نیم قشلاق سویت شهری گرفتیم دیگر ما حال سویت همون 3 ساعته است خیلی همین شرایط ما بودم خیلی که رهای کج کلیپ داریم شرایط به نهایت وضعین است خطر دارد وقتی که آب می بیاید و در این خانه ما میشد که آب می دروید لیکن خیلی از مجبوری میشینیم چیکار کنیم در کوارتیر نتونیم با این معاشی تماما چیز میگیریم مثلا 500 سوم چی میشد تو خالت آرد میشد و روغن کودک نمیرسد و پایافزال کودک نمیرسد ما مجبور میشیم که همین از همین شرایط نبودن با همین کوهستان زندگی میکنیم اگر شرایط نقض داشته باشیم رفته در شهر زندگی میکنیم